مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه تیم میگه که منم دالشونی رو آقای گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سر حال باشید. امروز در برنامه پشت پرده میخوام راجع به یکی از موضوعات جنجالی که این روزها حسابی فضای مجازی رو در بر گرفته با شما صحبت بکنیم. ماجرای عقد این چهره محمد رضا گلزار با خانم آیسان آقاخانی که خیلی‌ها توی دایرکت ها و پیام ها ما گفته بودن که آقا این مراسم عقد بود، عروسی کیه؟ که امروز در این ویدیو راجع به مراسم عروسی آقای گلزار صحبت خواهیم کرد که کیه، یه مقدار راجع به پشت پرده های آیسان میگیم، همسر ایشون. اگر بتونیم یه ارتباط تلفنی برقرار میکنیم با پدر خانم آقای گلزار که من اولوش چند دقیقه پیش یک بار دیگه این ویدیو رو ضبط کرده بودم، یه مصاحبه تلفنی با ایشون گرفتم، اما ویدیویی که ما ضبط کردیم در لحظه ضبط این مکالمه اصطلاحاً صدا نویز داشت. حالا من مجبور شدم که یک بار دیگه این ویدیو رو ضبط بکنم و به صورت لایو به پدر خانم آقای گلزار زنگ بزنم و ببینم که حالا ایشون دوباره جواب خواهند داد یا نه و راجع به اینکه مراسمشون چه تامینات امنیتی رو برقرار کردن، مهمان ها چجوری دعوت شدن، کجا هستش و کیه به شما خواهیم گفت. خلاصه یک برنامه باحال و جنجالی و خفن رو خواهیم داشت و اگر یه لطف بکنید کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب بکنید، دکمه قرمز رنگ این پایین هست بزنید. اگر تصاویر از مراسم عروسی آقای گلزار به دستمون برسه برای شما پخش میکنیم. فقط یه دونه عکس دست گلش و به حال تا الان دستمون رسیده. ماشینم حالا شبیه آودی میخوره، اینجا حالا بالا شبیه بنز، ولی فکر میکنم که این کنسول وسط آودیه. حالا اگه تصاویر جدیدی به دست ما برسه به شما نشون خواهیم داد. یک مصاحبه هم گفتم دیگه با پدر خانوم آقای گلزار انجام خواهیم داد. اما ماجرا از این قرار بودش که وقتی که این تصاویر پخش شد خیلی ها گفتن که خب این مراسم عقد آقای گلزار بوده، عروسی کیه؟ و منم چند روز پیش تو کانال یوتیوب برنامه پشت پرده گفتم که به زودی این اتفاق خواهد افتاد. تصاویر رو میبینید که مراسم عقد آقای گلزار بود و توی این مراسم هم حالا حسابی جنجال به پا شد. اما نکته‌ای که وجود داره این هستش که مراسم عروسی در این تالار برگزار خواهد شد امروز. حالا من نمیدونم شما که این ویدیو رو میبینید امروز، فردا، یه هفته دیگه است، یک ماه دیگه است، یک سال دیگه، تاریخ 19 خرداد ماه مراسم عروسی آقای گلزار یعنی امروز در یکی از تالارهای کرج که تصاویر تالار رو هم میبینید که حالا من ویدیوش رو هم برای شما پخش میکنم. از داخل این تالار ظرفیت این تالار بین 250 تا 600 نفر هستش و تامینات امنیتی هم که برای این مراسم اصطلاحاً چیدن اینجوری هستش که تمام مهمان ها از قبل اسامیشون رزرو شده، عکسشون و اسم و فامیلشون به همراه کد ملیشون. هیچ مهمونی بدون کارت شناسایی یا اصطلاحاً کارت ملیش یا گواهینامه‌اش و این چیزا نمیتونه وارد سالن بشه. اسم و فامیل و مشخصاتشون رو وارد سیستم میکنن و مطابقت میدن. هیچ کسی اجازه آوردن همراه نداره، یعنی برادرش، خواهرش، پسر خالش یا پسرمش. فقط همون شخصی که دعوت شده اجازه داره بیاد در مراسم عروسی گلزار و از اون طرف ورود تلفن همراه به داخل سالن ممنوعه و اصطلاحاً کسی اجازه نداره که تلفن خودش رو وارد سالن بکنه و خلاصه تامینات امنیتی عجیب و غریبی رو چیدن برای مراسم که فیلمی، عکسی، چیزی لو نره. حالا من نمیدونم که چرا اینقدر پافشاری میکنه گلزار که این مراسم عروسیش پنهان بمونه. حتی اینجا هم این کیفی هم که دست آیسانه هستش که میبینید دقیقاً، حالا من یکم میتونم بدم تصویر رو عقب‌تر، این کیف هم دقیقاً همون کیفی هستش که چند سال پیش، 2-3 سال پیش ما یه دونه عکس ازش منتشر کردیم در کانال یوتیوب برنامه پشت پرده که این کیفه دقیقاً همون کیفه هستش. حتی گلزار هم اومد یه دونه عکس گذاشت تو استوریش که روی دستش یه دونه قلب گذاشت که اون حلقه‌ای که توی دستش هستش مشخص نشه. حالا من نمیدونم این همه مقاومت برای چی هستش. کارای اصطلاحاً تالارش هم، حالا اینو هم بگم که برادر بزرگترش علیرضا گلزار، برادر بزرگتر همین
علیرضا کشیده و اون کار تالار و قراردادهای تالار رو بسته بوده. اما میرسیم به خود آیسان آقاخانی که ایشون توی زنجان زندگی میکرده. یه خبری به من داده بودن که پدرشون گویا جدا شده و فوت شده، که اما اینطوری نبوده. خودش توی دبیرستان تو مدرسه راهنمایی تربت درس خونده. قبلا اسمش معصومه بوده به خاطر اینکه باباش آدم پرنفوذی بوده و خود گلزارم همینطور تصمیم گرفته بودن که اسمش رو عوض بکنن، از معصومه به آیسان اسمش رو تغییر دادن. توی کلاس‌های بازیگری شرکت میکرده و بعدش هم رفته دبیرستان هدا. میان تهران و اونجا حالا این آیسانه میره دبی و اینور اونور. گلزار شروع میکنه چند تا دختر رو توی پیج خصوصیش فالو کردن. حالا اینم آیسانه هم خیلی عشق بازیگری بود و این صحبت ها، ایشون هم فالو میشه. گلزار اونجا میبینتش و همونجا باهاش آشنا میشه و اصطلاحاً دیگه حالا مخو میزنه بقیه این چیزها. دقیقاً سر سریال عاشقانه هم این اتفاق افتاده بوده. این آیسانه هم با یه پسر دیگه دوست بوده به اسم حمید رضا که حمید رضا یه وضع مالی خوبی نداشته و کار مدلینگ میکرده. حمید رضا رو میپیچونه میره با گلزار دوست میشه. بعدش میان توی کرونا اینا که گلزار وقتی که توی بیمارستان نیکان بستری بوده، جفتشون با همدیگه کرونا گرفته بودن و توی اتاق بودن که اون موقع گفته بودن که گلزار با یه خانومی اونجا بوده و اصطلاحاً این اتفاق افتاده. خب حالا میخوام یه حرکت باحال بزنیم. این چهره‌ای که می‌بینید چهره پدر آقای خانم آیسان آقاخانی هستش، یعنی پدر خانم گلزار، که ایشون کسی هستن که عرضم به حضورتون که تو کارهای بیمه و این چیزا هستن. بسیار آدم محترمیه. من چند دقیقه پیش باهاش تلفنی صحبت کرده بودم و میخوام یه بار دیگه باهاش صحبت بکنم ببینم جواب میده یا نه. اگه تلفنش بگیره یا جواب بده میتونیم باهاش یه دونه مکالمه تلفنی داشته باشیم با پدر خانم گلزار. چند دقیقه پیش گرفتم، بازم میگم متاسفانه چون صدا نویز داشت من نتونستم صدا رو خوب ضبط بکنم. آیا آقاخانی سلام. سلام. خب یه بار دیگه من تلفنشون رو میگیرم. ایران میخوایم ارتباط برقرار کنیم، چقدر سخته. یه بار دیگه. آیا آقاخانی سلام. سلام. حالا شما خوبن؟ چند دقیقه پیش باهاتون تماس گرفته بودم، بعد این ماجرا رو برای دوستام تعریف کردم، باورشون نشد بود ما با شما صحبت کردیم. الان دوستام هم اینجا صداتون رو گذاشتیم رو پخش، گفتیم که از طرف دوستان بازم تبریک بگیم به شما، چون باورشون نمیشد ما با شما صحبت کردیم. ممنونم، به همه سلام برسونید. آره خیلی. حالا دوستان هم می‌خواستن نظر شما رو دوباره بشنون در خصوص دامادتون آقای گلزار که به حال یه سلبریتی هستن و بعد من عذر میخوام، الان منتظرم، من باید برم از بیرون، منتظرم سوار ماشینشون بریم. من اشاره میکنم کجایی بس بیا دیگه. حالا دارید میید مراسم، دارید میید تالار دیگه، درسته؟ ساعت دیگه من جان؟ دارید میید تالار دیگه؟ تالار نه، حالا تالار خیلی نه تالار نمیریم، کار دیگه داریم. زنده باشید. ولی بهتون بازم تبریک میگیم که یه داماد خوب و خوشگلی دارید. شما هم سپاسگزارم. ممنونم، متشکرم، مرسی. حالا یه وقت دیگه باهاتون تماس میگیریم. قطع. سری قبلی باش صحبت کرده بودم، خب تبریک گفته بود و گفته بود که آقای گلزار قبل از اینکه یه دونه سلبریتی باشن بسیار آدم خوبی هستن. نقل قول پدر خانم آقای گلزار بود و گفتش که حالا الان تالار نمیریم شب، یعنی به نوعی هم تایید کرد که امروز مراسم عروسی دخترشون هستش. ولی خب در اصل بسیار، حالا اینو هم بگم چون بار اول مکالمه با نویز ضبط شد، بسیار آدم محترمیه ایشون. ولی من نقل قول میکنم و امانتدار باید باشم طبق صحبتی که کرده بودم. بسیار آدم محترمی و چقدر با شخصیت، بنده خدا ما هر بارم بهش زنگ میزنیم جواب میده و اون کسی هم که شماره تلفن پدر خانم آقای گلزار رو به من داد گفتش که خیلی آدم کار را بندازی هستش، تو حوزه کارهای مالیاتی این چیزا هم هستش، حالا تبلیغش هم میکنیم دیگه. و دمش هم گرم که اینقدر آدم با ظرفیتی بود، با جنبه بود و
جواب تلفن ما رو داد و این ماجرای گلزار هم احتمالاً تا ساعت دیگه تصاویر مراسم عروسیش و چیزهای دیگه هم به دست ما برسه. بازم میگم تمدیدات شدید امنیتی رو برقرار کردن که هیچ کسی نتونه تصویر بگیره، اما همونجوری که تصاویر عقد و عروسی هم خدمتتون هستیم. اما در صورت کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید و اگر ویدیو جدیدی به دست ما رسید حتما برای شما منتشر خواهیم کرد. مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید.